İşte serderdم آقایلا سر ماه بترقه زغالا من سردرد که بگوندو که یک مرگ خاک دشمله مشمله چیزی به تعمی زغالا بنده سردرد شدم گردنم بند باشگی باید باشه که بیر خش ای خدا جو این زمستون هم که هیچ هدفتینی نیه که زمستون خلاص شه گوشی خم که نبرده که لب گوشی از این حیاتی رفته کجا برفتم چون خدا کجا برفته از لب خیلی ولی همون کینه چون باشم که کن ببینم کی چون جواب دارم نداری کینه جیگر من نفس من ای خدا یک داره خدا جوجه بله بله خدا جان شما قد کرد کی بوده خدای کی بوده خدا جیگر من نفس من همیتا با بغل دیوال غرق شده دختره کی بود که جیگر نفسه قد کرد بشید بلکه دوباره زنگ زنه فکر نکنم صدامونو بشنویده دوباره زنگ زنه کی بوده مگر بیاید جواب ده کی بوده ای تا حالا میت کلمی به من نوشته کرده به من بگفته بوده که جیگر و نفس من این صدا زنه آدم خواهر خواهر مادر خواهر که با نام جیگر و نفس خدا چی بگو همین نداره خیلی باز بیاید جواب میدی کی بوده مچون کی بوده اصلا نمیفهمی کی بوده مچون از بپرسم نپرسم ای چند شده هم که نبوده کجا بوده ای جیگر نفس من به زندگی همین کلمه گفت به من نگفته بوده همین کلمه گفت شماره من برم تا حال ثبت نکرده به گوشی خو به نام شماره ثبت کرده اشته کی چه هم مایمه که جیگر نفس شده تا گوشی هم با کجا بودی عباس کجا بودی؟ هیچ تا کجا بودم؟ نش اینجا بچه میخونم که برو کرسی بشی خوب همیجی یک دقیقه سکو عباس چی میگم خب اینجا خونم که نشینم دور من که وقت کجا رفتم چی میفهم کجا رفتم؟ من کجا نبیده میدیدی که کجا رفتم سکو عباس چی میگم بودم یک دفعه به گوشی از بابا تو زنگ آمده خب گوشی بابا تو زنگ آمده که یک چیز نوشته که اجاد با گفتن یا نه که با چی بود زنگ آمده گوشی زنگ آمده صدا زنه بود اسم چی بود؟ اسم نوشته نبود دیگه کلمه عشق عاشقی هم چیزا نوشته بود جیگر و نفس نمیده چیزا به گوشی پیار نه؟ بله گوشی پیار تا پیار خونش نختی هنوز مادر من اصلا باور نمیکنم که به گوشی مادر میفهمین زیر یک کاسی نیم کاسی هسته این پیار من یک دم خدا نکنه که زن کرده باشه زن شاید داشته باشه راست میگی سیکو همی یک دو هفته سه هفته میشه خب هر هفته دو شبی گمه چند وقت میشه دو شبی گم میشه میگه میمونی میرم و بچم کجا میرم این با نه ردی بگیرم رد پیاخ بگیرم من چون نمیفهم باشه کسایی کنم ای که یک دم که گپ میزنه به گوشی اینا
کجا گفتن چی میگه من باید بفهمم که انا یک کار میکنه میگم بعد شما میگم میرم میمون اون جایی. سکو یک کار میکنه خب تو هم برو رد ازت بگیر خب تماس میگیره جای میره بفهم که چه کاره خب من به خونه متوجه هستم واضح هستم خب ببینم چه کار میکنه این نمیشه یعنی این کلمه‌ای که به داخل گوشی نشه صدا زن من میفهمی عباس من مادرتون به 20 سال طور به دنیا آوردم کلام کردم خب تا حال من ندیدم که اسمم شماره مر به نام چیزی نوشته کرده باشه تا حال شماره مر سر به گوشی خونه کرد به شماره زن میاره آنی هم بابا تو مادر عباس بگی انا چیز کنیم شما که شیمه داریم دیگه اگه شیمه داشته باشیم به شما چی فرق میکنه هیچی خاطر من شو میمونم خب به اینجا رفیقا خواهم اینجا میمونم انا برم خاطر میمونه دارم از آلمان آمدنه گفته که همه رفیق ما گفت بیاید ما گفتم خوب و مشکلی نداره انا گفتم چیزه انا شما هستین دیگه با خفتن اگه شد بتونستم میایم میمونی میگم شما این قوم خش شما ایچ از آلمان آمدینی نشدم یک روز این میاد یک روز خاله میاد یک روز ماما میاد یک روز این میاد یک روز از آلمان میاد یک روز از کانادا میاد این چی وضعیت میمونیه خود رفیق ما دیگه همه مرتمه همه بچه همسایه من رفیق ما نه براره نه بچه کاکای نه بچه چکاری نه از آلمان میامده میگه ما بیامده میگه ما میشه میشینیم اختلاط میکنیم با ما گفت اگه لکتو هم بیا گفتم آخه او نواسته خاله گوسفندان او به شما چی ربط داره که شما بریم ببین میمونی بریم هیچ از میمونی خورده خلاص نمیشیم شما خوب شد که حداقل رفیق اندیشتید از دو روزا قوم خشا شما بدال بار رد رفیقا شما حالا دیگه با یک نفر با ما یه بفهمونه من خوب صحیح میفهمم خب میفهم که شما روستا شما میمونی برید باشه زمستون چه شما از خانه که بیرونید اصلا یاد شما نمیاد شما زنی بچه حالا لبس کردم بزرگ گفتم میایم دیگه نمیکردیم این لفظا میگم خوب شد الهی شکر که رفیق هم دیشتیم کاله من به خونه رفیقا خودم از اون وقتا قوم خشا از اینا بود یک روز از آلمان میامد یک روز از ترکیه میامد ایتا بوده حالا باز بشد رد از باز رفیقای زنگ زدن باز میریم میمونی بخیر نه نمیرم مال همین جیومه ما این کجا بریم تا سلام میرم خوبه خوشبال شما هر روز میمونی یک روز به خونه شیشتینی هر روز میمونی میره خوبه به خدا این کار خوب میمونی فقط من نمیفهم من بچه فقط من گپ بده میمونی چرا که پیش عشق خونه میری جیگر خونه نفس خونه میری روزه کنه که به گوشی گپ میزنه این گوشی ده زنگ آمد ببینم چه کار میکنه خدا چه کار میشه بشنویم بفهم که کینه حداقل یک ذره بفهمم که کینه این یک دفعه کینه که با پشت زندگی من مای خراب کنه خدا لعنت کنه این تو زنا الو اشتنی جان جور اول خوبه تسایی کن ما چی؟ کی زنگ زده بدی؟ کی وردش؟ گپ زدی؟ ها؟ نفهمید بیلا زنگ نمیزدی من بیری شدم من رفتم به کوچه رفتم گوشیم اینجا پرتر بده گوشیم پرتر بده مثل که زنگ آمده با بیلا نوشته طور نوشته کردم جیگر و نفس با بیلا جو خیره باشه بلکم نفهمیده باشه نکی او شیاریه
سیکو تو من میام امشب ببینجی میایم از دروغ گفتم که من میرم بخونه رفیقا خو میام مسیح میام امشب جا شما میام خوبه یه هم به گوشی گپ میزنه باز میمونی خود ردیف میکنه خود جیگر خونه نفس خود گپ میزنه خوبه چشم خوبه خداحافظ خدا کنه که این نفهمیده باشه و اول که زنگ میزنه گوش کش که صدا منه یا صدا از اونه بیلا اگه بفهمید که من باغدار شدم میفهمی روزگارم سیاه میشه برارم سعی کنیم کی نگه خودی گپ میزنه گوش کنیم لالا ما یک کاری بکنیم تغییر میده شما دیگه چیزی میگفتیم ما برارم بچه ماما جان یک گوسپند حالا که خود درسته که زمستون شده نه شما خود کی گپ میزنید شما خود دیگه کس کرد شما گپ خود تغییر نده چه شما اینو میکنید برارم من چیزه ایتا نمیشه والا با من باید جواب تم نه این گپ دیگه بده این همین یک گوسپند قربونی با ما لندی حالا یک دقیقه گوشه باشه بچه خاله جان خود شما یک گوسپند لندی گفتم اگه خوش میشه یک گوسپند لندی با ما بیاریم کسی نی هم به چی خوردیم اینجا گریه شده یک گوسپند لندی با ما بیاریم برادرم که امسال ما لندی نکردیم حقیقت رستی این نمیگه کشی بده گپ با تغییر بده دیگه کی نمیشه بچه خاله بچه ماما ایستیده این کاری کن من اگه خودش متضیح بیا اومدیم بابا بیاین بابا جان بیاین بشینیم بیاین بشین چه بخونه نشیشتی میره که نگاه هیچی بابا جان هیچی نگه چند کلمه گپ خودش نداشته بابا چی گپ بدار چی خوشو که من زنگ زدی گفتی وقتی بیا بخونه ما بیا ولی بیا من برفتم بخونه دیدیش کسی برو بمون اینجا کنیدی ها بابا جان هیچ که یعنی دیگه نمیتونه گیزک دیگه همون گپایی که پارسال مادر اینا میزده یعنی همون گپار فکر کنم اینا حقیقت شده فکر کنم زن کرده چی بگی؟ همین تو زن کرده دیگه من واسه از این شک کردم بسر از این که من امروز آمدم پشت بوم دیدم به گوشی که مثلا اولا که به داخل خونه این گوشی از این زنگ آمده وقتی جواب دادم دیدم صدا زنه خوب بله مثلا الان من یعنی مادر اینو پارسال میگفت که این زن میکنه مادر که میگفت که من بچه خود زن میدم ما چه کار میکنم نمی گپا حقیقت شده آلی بابا چه کار کنم نمیتون چه کار کنم اشته شده ای بابا به خود نمیدونم شده من زندگی چنیتشه چی بدبختی شده با چی به همه ایستر خوندم اینا مگه من به تو زاری نبوده وقت تو ششته نبوده من تو تیاد کردن تو هم در فکر نمی کنی زن خود داری بچه خود داری دختر خود داری زندگی خود داری با تو بالا وردشه که زندگی بود خیره دختر تو غم نخوره من خود نگم میزنم امروز مرد زده کن بزد تو اشتباه کرد که زد من میگم به گوشی تکیره که زنگ زده میگه با تو چه کدره بچه خاله منه بچه ماما منه من شای میمونه این چند دفعه گرفته بوده جای میمون بوده این مثل که پیش نوزاد کو میرفته اینه چی رقم بیده که من خبر ندارم تو چه جلویتر به من نگفتی که من پیگیری میکردم امروز فهمیدم امروز فهمیدی فهمیدم به شما زنگ زدم
غم ندار دختر گریه نکن. با من خود گپ میزنم. یک زن کرده باشم به خود از گپ میزنم. نه بابا صبح اول گوشی و زنگ آورده بود خب خب صبح اول گوشی و زنگ آورد بعد من گوشی اولا که گوشی خب چون من بیشتر وقتا بعدی میگه که من گوشی جواب دادم خب خب تو میفهم بعد میاد. بعد از این گوشی که جواب دادم دیدم صدا ثانیه نوشته جیگرمه و نفس میدوزی تو چیزا به زندگی بابا شماره من نوشته من کده بلا جیگرمه و نفس ولی شماره از وقتی که جواب میده میبینم صدا ثانیه من اون پشت بام میبینم خودی گپ میزنم بزن میگه خودی کی گپ میزنه من بفهمیدم که اول خودی نوزاد خودی هم مثلا که گپ میزنه خدا لعنت کنه همین زنا زندگی مردم چه خراب میکنه بابا جان چرا میتاد همه زندگی بابا چرا هر روز اول بابا نوشته پینک تمی بوده. ولی ای که اگه زنم کرده باشم حالا من چکار کنم؟ ها؟ تو یک رای بهم دست نمیده من چکار کنم؟ من نمیفهمم بابا مگر خود شما یک کار بکن خب یعنی چکار کنم؟ طلاق طور بستانم از فقط پیگیری کنیم ببینیم که راستی زنگ کرده یا نکرده باید معلوم کنیم بابا خوی که من پیگیری میکنم اگر رستی شد چکار کنم؟ راستی شد نمیفهمم من دیگه والله چیکار چی رقم زندگی کنم به چی رو مگ چی کم دیشم تو به سر من زنگ کنی لعنت خدا به تو حالا مردیش تا مردی که من زنی نبودم به تو مگه همین نداره دختر گریه نکن. جوشم نزد و جوشم برابر نمیه غمم برابر نمیه و گریه هم برابر نمیه. نمیشه بابا نمیشه هر روز اول ازار بزی پینک تو نوشته بوده. بفهمیدی؟ خاک به پینک سیاه میکنی تو آدم نوشته باشه من چکاش همین نداره دیگه خو یعنی خود تو فکر کن دختر خوب بگردم اگه همین گپ رسی شو من خودم این آدم چکار کنم؟ نمیفهم بابا خودم نمیفهمم گیج شدم نمیفهمم اصلا نمیفهمم حالا خود مالم هم که پیش خود گیج شدم که من چکار کنم این فرصت اگر همین گپ پزی حقیقت شد رسی شد یعنی من چکار کنم؟ خودی که حرف زدم بگی دختر من چی کردش روز اول که دختر خودت آدم بگم که بید گپا نبی که تو زنگ کنی و چی خورده دختر خورده خونه تو کارات رو نمیشه رفت تو این گپا رو همه برای گوش تر میکنم خود گپ میزنم خب مثلا ان رسی شد ان گیلک زنگ کرد چکار کنم؟ نمیفهم بابا مجبورم که یا جدا شم اگه هم سی و جدای خود رضایت در خود گپ به چام خوردم بابا چیکار کنم به چام یک پیر زگ زد چیزای میره خب چیکار مجبوری بسازی خودی دختر خوب کرد من خودی از بیا خونه نمیشینم خود زن از بابا نمیشینم خودی زن از بیا خونه یک چیز لچاره نبودم که من گوشی جواب ندادم من صدای حتی بترسیدم بابا من صدای بترسیدم پس یک کار میکنم اگه گپ رستی شو بهم سراغ خود خبری از خونه میدم بس راستی نرین دیگه نشی دیگه خرج طور بده دیگه چیکار کنم خب بابا جان چیکار میکنیم حالا من میرم که خود گپ زنم خب برای چی کنه خود گپ سعی کنیم بابا زنگ زنیم بزنه خب حالا به بیرون شد از سرا نمیفهم کجا برفته نور پیدا میکنه هر جا باشه به یا به کوچه یا به خونه به جای کوچه بود عمل که بالا آمدم برفته بود خب کوچه خونه بود بعد عباس اومد گفت بابا من میره بیرون میره خب با من خود گپ میزنم باش